و بالاخره آموزش چند میلیون که منتظرش بودین به صورت رایگان براتون گذاشتم. اولین مرحله یه سایه کمرنگ انتخاب میکنم و با براش فید کل محدوده پشت پلکم رو کاور میکنم. همونطور که داخل ویدیو میبینید تا جایی که یک دست بشه سایه رو تمدید میکنم. مرحله دومی شاین جذاب و گیرا از پالت هم انتخاب میکنم و کل محدوده فرو رفتگی و جلوی چشمم رو کاور میکنم. از پالت سایه فنتی بیوتی یا رنگ قهوه‌ای تیره انتخاب میکنم. کل بیس که سایه روشن کار شده رو با رنگ قهوه‌ای تیره میکنم و این کار برای از بین بردن پف پلک عالی هستش و همونجوری که میبینید داخل ویدیو مجدد تمدید میکنم تا حدی که کل محدوده پشت پلکم یک دست بشه. با خط چشم ژله‌ای برند فورور 52 برای کشیده نشون دادن حالت چشم از وسط تا محدوده خارج چشم تیرگی ایجاد میکنم و با همون براش خط چشم تیرگی رو داخل چشم فید میکنم و فرم خط چشم رو از راستا به سمت خارج از محدوده مرتب میکنم و مجدد تیرگی رو برای کشیده نشون دادن فرم چشم تکرار میکنم که داخل سایه پخش میشه. برای چشم هایی که دور از هم هستش یه خط خیلی نازک و ظریف با همین حساسیت کار میکنم که فاصله دو چشم رو با ایجاد خطای دید به صورت کامل از بین ببرم که فرم چشم از ابتدا و انتها تکمیل بشه. به همین ظرافت و تمیزی که از نزدیک داخل کلیپ میبینید. با براش مخصوص برای فید کرم پودر فوندیشن پوست رو همه قسمت های صورت به نحوی که یک دست و مرتب بشه پخش میکنم. بریم برای کانتورینگ صورت که من همیشه اول رنگ روشن رو کار میکنم و به نسبت فرم صورت هر شخص ایجاد خطوط متفاوت هستش و رنگ کانسیلر هم به نسبت رنگ پوست انتخاب میشه. از کانتور استیکی بابی براون خطوط تیره برای ایجاد خطای دید توی محدوده های گونه برای برجسته سازی، محدوده چونه برای فرم دهی، محدوده بینی برای کوچیک کردن تیغه ها و پره های بینی، محدوده زاویه برای کات صورت، محدوده پیشونی برای از بین بردن کشیدگی صورت استفاده می کنم. از رژگونه مایع رنگ گلبهی محدوده بالای تیرگی دقیقاً روی قسمت سیب گونه استفاده می کنم و با براش فید کانتور و رژگونه هر دو رو تو همون محدوده با همدیگه به صورت کامل فید و ترکیب می کنم. همونطور که داخل فیلم می بینید هر قسمتی از صورت براش مخصوص فید خودش رو داره. برای اینکه بتونیم کانتور هر قسمتی رو درست و اصولی فید کنیم با براش مخصوص فید کانتور بینی خطوط تیره رو مرتب داخل محدوده قبل از قسمت روشنی تا جایی که خطوط به صورت کامل محو و از بین بره تکرار میکنم. یکی از قسمت‌های مهم صورت ابرو هستش که مرحله اول حتما کار لیفت باید براش انجام بشه. بعد اتمام کار لیفت با براش سرکجه هاشور از سرتاج ابرو خطوط مویی و بریده خیلی نازک کار میکنیم و تا جایی که ابرو خالی هستش به صورت نچرال تکمیل میکنیم و در نهایت کار پوست رو با یه هایلایتر جذاب از برند شانل تکمیل میکنم. آموزش لب رو هم چند تا پست قبل با جزئیات کامل براتون گذاشتم که اونجا میتونید به صورت کامل ببینید. خوشحالم تا اتمام این ویدیو کنارم بودید. حتما نظرتون در مورد این سبک ویدیوهای آموزشی که بیشتر براتون پست کنم برام کامنت کنید.